میخواستم به خاطر رنجی که کشیدم پیش رویم بایستد و زاری کنند و واقعا ارزشش را داشتم. همیشه مغرور بودم و همیشه یا تمام یک چیز را میخواستم یا هیچ. دقیقا به همین دلیل که در مورد سعادتم به نصف نیمش راضی نبودم. کل سعادت رو میخواستم، تمامش رو. برای همینم اون زمان مجبور شدم چنان رفتاری رو در پیش بگیرم. یعنی بگم خودت حدس بزن و قضاوت کن. قبول کنید که اگر خودم برایش توضیح میدادم و سرنخی به دستش میرساندم بیتاب میشدم و تقاضای احترام میکردم. به این معنی بود که دارم محبتش را گدایی میکنم. با تمام اینها راسلی اصلا چه دارم میگویم؟ مزخرف است، چرندیات، هذیان محض، رک و راست و بیرحمانه. به خصوص تأکید دارم که کارم بیرحمانه بود. در 2 کلمه برایش خلاصه کردم که بزرگواری جوانی خیلی جذاب و دلفریب است، اما یک جو نمیارزد. حالا چرا نمیارزد؟ چون ارزان به دست آمده. برای به دست آوردنش تجربه‌ای کسب نشده. اینطور بگویم که از مظاهر اولیه زندگی است. بگذار سختی بکشی، اون وقت بزرگواریت را میبینم. بزرگواری که حاصل تجربه نیست ارزان است و حتی اگر جانت را در راهش قربانی کنی باز هم ارزشی ندارد، چون فقط از سر جوشش جوانی و سریز نیرو و انرژی است. از روی اشتیاق شدید به زیبایی. حالا بیایید عمل بزرگواری ای را در نظر بگیرید که دشوار است، بی سر و صدا و بی زرق و برق. تعریفش به گوش کسی نمیرسد، با بهتان و تهمت همراه است. فداکاری زیادی میطلبد و ذره‌ای خوشنامی در پی ندارد و باعث میشود شما که در خوبی هم تا ندارید در نظر دیگران پست‌ترین بشر روی زمین جلوه کنید، آن هم در شرایطی که از همه